طبق نقشه یکجایی بخش کار با جوانان و ورزش شهر خوجند شعبه معارف و شورای اتفاق سابقه‌داران جنگاور اینترنشنالیست در ورزشگاه اسپارتاک شهر خوجند مسابقه حربی ورزشی برای دریافت جام شورای سابقه‌داران جنگ افغانستان برگزار شد. در این چهاربینی حربی ورزشی که از روی نمودهای دویدن به مسافه 100 متر با قسم‌ها جدا و جابجاکنی اتومات کلاشنیکوف، وزن برداری، مهارت سنجی در تورنیک و پرتافتن نورنجک جریان گرفت. 15 دسته از مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر خوجند اشتراک و مهارت سنجی کردند. مورد با ذکر است که این زمان در همه شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت از جمله شهر خوجند برای در سطح بلند گذاشتن درس‌های آمادگی دفاعی حربی توجه زیاد داده می‌شود. مقصد آماده نمودن جوانان را به خدمت حربی. ما با جوانان دعوت می‌کنیم که وطن را دوست دارند، همیشه به وطن صادق باشند. برگزاری این مسابقه ها امکانیت می‌دهد که جوانان جسور و نوترس به وای رسیده با وطن خدمت کنند. مسابقه مذکور با مقصد بلند برداشتن حس وطن دوستی و به خدمت مادر وطن آماده نمودن نورسان و جوانان راه اندازی کرده در سطح بلند تشکیل جریان گرفت. مقصد مسابقه حربی ورزشی گذراندن این بلند برداشتن حس وطن دوستی خوانندگان، تیار نمودن آنها به خدمت حربی و جسماً آنها را آماده نمودن به خدمت‌های آینده در صف قوشن‌های مسلح جمهوری تاجیکستان می باشد. ورزشکاران دسته‌های گیمنازیای رقم 4 لیتسه اوسمی و مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 18 در این مسابقه مهارت بلند نشان داده صاحب مقام‌های فخری شدند. جام مسابقه را دسته گیمنازیای رقم 4 صاحب کرد.